مکتب رقم 82 در ناحیه سری آسیای ولایت سرخاندریا سال 2018 همچون مکتب صرف تاجیکی تعلیمش را آغاز کرد و تا آن وقت در این مکتب محصلین به دو زبان ازبکی و تاجیکی درس می آموختند. این مکتب در دهه جایگیر است که ساکنانش اکثریت تاجیک زبان هستند، ولی آموزگارانش میگویند برای یافتن ادبیات و درس آموزان به مشکلی مواجه هستند. البته با معما دچار میشویم از اینترنت، از نوارهای تلفن، تلویزیون استفاده برده درس خود را میگذاریم. لیکن ما میخواستیم که همین کتاب ها باز هم صفتاً باز بهتر و خوبتر از جانب عالمان تاجیک زبان علل خصوص تاجیکستان اگر برآورده میشد بسیار ما ممنون میگشتیم. Köydeki şirin lala, köydeki mahsumi zeba. در این مکتب حدود 400 طالب علم تحصیل میکند. آموزگاران میگویند که از کتابخانه مکتب اهالی دهه و هم طالب علمان استفاده میبرند، ولی کتاب‌های بدیهی تاجیکی کم به نظر میرسد. با همکاری عالم‌هایی که با زبان تاجیکی یا مثال آن نویسندگانی رو که در جمهوری تاجیکستان هستند و در جمهوری خودمون هستند ازبکستان میخوان همکاری کنیم برای گرفتن کتاب‌های نورس، برای ایجادیات نو، برای خوانندگان، برای پیشرفت و دانستن سخن‌های زبان تاجیکی حرکت بکنن. کمبود کتاب تنها خاص این مکتب نبوده است. اکثر مکتب‌های تاجیکی در این منطقه هم چنین مشکلات داشتند. طبق آمار سال گذشته از 172,000 اهالی ناحیه سری آسیا 73,400 نفر زیادتر را تاجیکان تشکیل می‌کنند. در این ناحیه 33 مکتب به زبان تاجیکی اختصاص داده شده است که 13 تاش دو زبانه یعنی تاجیکی ازبکی و 12 تاش صرف به زبان تاجیکی است. رهبری مرکزی تاجیکان این ناحیه میگوید حالا پی برطرف کردن این مشکلات شرایط فراهم شده است. یگان چیز ضرورت شد ما از معارف خودمون یا از منیسترسوی خودمون با وکالت همانا رفته از تاجیکستان یاردم گرفته ایستادیم. معمایی که شود بین خود حل کرده بیمالال حل کرده ایستادیم. پیش این چیزها را حل کردن نمیشد. حتی بعضی وقت این مسئله را برداشتن یک نافهمی یک همدیگر نافهمی بود. حاضر این چیزا معما نیست. همه گپ در خودمون، در خلق خودمون باید حرکت کنن، همه چیز کردن ممکن. مقامات تاجیکستان میگن برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان سال گذشته کتاب فرستادند و این روند ادامه دارد. به اطلاع مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان سال 2022 برای خوانندگان مؤسسه نوی تعلیمی تاجیک زبان ازبکستان 17 نامگوی ادبیات تعلیمی به مقدار عمومی 85 نسخه و 35 نامگوی کتاب‌های بدیهی به مقدار عمومی 175 نسخه روان کردند. درخواست میکنم، درخواست پیشنهاد کردن ما تا دایره مثلا تا اون حدی که امکان داریم کتابا رو میفرستیم. بعد در مثلا کتاب‌های درسی، کتاب‌های بدیهی الکترونی و یا در سایت وزارت معارف و علم اگر در همون سامانه وزارت معارف یک توای دارد، یک روزانه کتاب‌های درسی، تمام کتاب‌های درسی تاجیکستان برای مکتب‌های میانه در اونجا و در شکل الکترونی مانده شدند. کتاب‌های بدیهی هم هست. کتاب‌های بدیهی هم در شکل الکترونیک گذاشته شدند که اونو میتونن آزادانه مثلا بارگیری کنن، چاپ کنن یا هر کاری که میکنن گرفته استفاده برن. مسئله نارسایی کتاب تاجیکی در ازبکستان بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. تاجیکان شناخته این کشور بارها توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از نارسایی کتاب با زبان تاجیکی شکایت کرده از نهادهای مسئول تاجیکستان خواسته بودند برای دسترس کردن کتاب مساعدت کنند. این هم در حالی است که پس از باز شدن سرحد تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 مقامات دو جانب از رشد همکاری همواره خبر می‌دهند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سری آسیا.